سلام علیکم سلام برادرانی عزیز گرامی برادرانی عزیز و غریب خیلی خوبتره پیش شروع کردن نوار گفتنیم که کسی که قدرتی تمرکز نداره کسی که خیلی بگیم خوبتره با زبان روسی که سلابا نروی هست همین نوار رو تماشا نکنه بچه ها پیشگی خبر کردن که بعد نسوزه گفته باز نگه که نگفت همین خیلی گفته استیم روز نصف روز شدگیه بچه ها نصف روز وقتی خوردن خوراکی نصف روزی ما هم برف می رفتیم اومدیم برف روی شروع با خوردن خوراک نصف روزی میکنیم برای همین برادرها کسی که قدرت تمرکز نداره یا که سلابا نروی هست این نوارا سر وقتی تماشا نکنی و پیش تماشا کردن فراموش نکنی برای پایان دیگه همه خیلی همون را زیر کنی ایشم به خاطری مانی به خاطری همیشه که میبینی بسم الله الرحمن الرحیم بچه ها جرغوت های جرغوتی قشلاقی جرغوتی دهاتی این اول بخوریم بسم الله الرحمن الرحیم باور کنی اگر در کامera تو اینه باور کنی اگر در کامera بیای خب که اگر در کامera بیای اینه بعد خوردنی این گوشه نگاه کنی گوشات میجیم با هم خوب با مزه میان ادامه میدیم برادرها گفتن که یک جرغوتی که جرغوتی ارمنی خوبتر باشه بچه ها این جرغوتی که جرغوتی ارمنی خوبتره انشاءالله همچه بقواتی هست که ای بقواتا دندون تا میشکنم باور که اینه با کرچه میبرم اینه با نگه که دروغ میگه اینه با پنشوخک میگیرمش اینه اینه در کاسه میمونم چسبیده است نمیخیزه اینه جرغوت زمستونه انشاءالله خیلی با مزه خوردنش سیر نمیکنیم برای این برادرها گفتم که سر اول گفتم که بچه ها کسی که سلابا نروی هست ویدیو رو تماشا نکنه خفه نشه بچه ها که خبر نکردم گفته گرفتین باور که میفوره داریم که بخی خنکه دندون دیخ میکنه گوشات میجیم با اکه برادرو نمیغلطه نمیفورش که ما بخوریمش این با میگیریم ای درونتر چقدرترش اینه برادر عزیز این زمستان ای میدونه که در زمستان مسئله شرک همچین ای برای همو کسرولی مو مایده تر ای اساسا خیلی کسرولی کلون در جرغوت میزنن در مو مثال 5 لیتر 10 لیتر 20 لیتر خیلی شده جرغوت میزنن برای دوغ کشیدن زیادتر حاضر ما با وجود اینکه نوخوجگی این بچه ها یک گو و گوساله داریم بچه ها گفته که یک جرغوت تاجیکی را نشانده این جرغوت تاجیکی انشاءالله
خیر راه محکمه ترما آمدگی راه محکمه راه نرفتن که بیایه در برابر راه محکم بدنی راه ایره گفتنی هستم که فرق داره که حاضرای پگاهای دین روزای پره روزای سال دیگر ای امسال یا محبت مرحمت برادر بیا انشالله در همین سرخان میشینیم یک جای صحبت میکنیم جرقات تاجیکی را میخریم ای انشالله بوکی نیست مرحمت هر وقت که باشه با دلی که شد گفته ایستم که هر وقت که باشه مرحمت طرفای ما بچه ها جرقات تاجیکی زمستانه برای گفتیم که نو خوشگیم یک گو گوساله داریم برای همو کم کم جرقات میزنیم خودمانم شکر 5 نفریم روز ما گذشته ستینج میگذاریم طرف جرقات این برادر عزیز گرامی برای کی باور بکنی نه ای موبایلش گرفتیم تاشنی گرفت همین جرقات تاجیکی های گفته که بچه های ارمیانا میگن که جرقات ما جرقات خوب های این جرقات خوب بهترین جرقات انشالله انا برادرها شروع میکنیم به خوردن انا در جایی که باز نانی گرم مادری باشه کلچه گرم مادری خمیر فطیر مادری باشه در اونجا این جرقات این خیلی میگذره که اگر در رستوران باشه ششلیک او خیلی نمیگذره نانی گرمی که تندر میکنیش نانی گرمی که تندر میکنی بوی بهشت میکنه بچه ها خوردن نشان ندیم که بچه های غریب خفه نشه خدمه میجم ایتان شما میخرم نمیکنه اینا بچه ها ای خوردن هیچ سیر نمیکنیم اگر کامera را گرون کرده مونیم کارت پایمتش کمی میکنه 32 گیگابایت های کمی میکنه برای هم برادرای عزیز مرحمت بیاین نوش جون کنی یا جای نوش جون میکنیم زنده باشه که نوارای ما رو تماشا میکنه به خاطر جرقات مادری یا لایکی به پول فراموش نکنی زنده باشه برادر عزیز در امان الله ایتانی همه شما